آقای حاکمیت، اینو رک تو صورتت میگم، حرف مردم رو زدن فتنه و اغتشاشات و فلان نیست. احسن. من برای برانداز احترام قائلم آقای عاطف سالی. براندازی که بر اساس یک مدلاسیون فکری داره میگه آقا نظام جمهوری اسلامی ایران این معایب رو دارد و به گمان من از این راه حل ها میشه این معایب رو تبدیل کرد، اصلا بذاریم نظام توت فرنگی قرار جای نظام جمهوری اسلامی بذاریم، ولی مبتنی بر یک گفتمان منطق محور قابل دستیابی. اونی که براندازه اونم حق داره، خاکشه. با هر نوع اقدام خیابانی خشن هم مخالفم. ببین البته بر اساس قانون اساسی ما هر نوع تجمع مطالبه محور بدون حمل سلاح و مخل بودن به مبانی اسلام آزاده. اگه میخواید بگی تو قانونمون نیست، سلام ما دیدیم هست. زندگی دختر من به هیچ کدوم از شما هیچ ربطی نداره. خیر و صلاح دختر من رو بی خود میکنی که بهتر از من میدونی. به پدرش مربوطه و خانوادهش مربوطه. الان اون آدمایی که تو فستیوال کوچه از این ور اون ور ایران بلیط خریدن رفتن و مقایسه کنید با همون نماز جمعه که امام جمعه محترم داره بر علیه فستیوال کوچه